سلام دوستا، خوش آمدین با ولاگ جدید من با هور. امروز قرار است با هم بریم به اسب سواری، اما قبل از این که من ولاگ شروع کنم ویدیو من لایک، شیر، کامنت و سابسکرایب کنین. بار سیوم ما بود که ایجا اسب سواری رفتم. اولش کم میترسیدم ولی حالا عادت کردیم، چون این مرکز خیلی حرفه‌ای است و اسبای خودان خیلی خوب تربیت کردن. هر اسبی که اینجا هست یک اسم خاصی به خودش داره و اسم بعضشان واقعا خیلی معنادار است. اسمی اسب برف است و رنگش کاملا سفیده و یک اسب خیلی آرام است. روی دیوارها هم درباره اسب‌ها اطلاعات جالبی بود. خب یکی کارمند اونجا بود و امروی ما کمک کرد تا ما بتونیم همه اسبا رو ببینیم و نامای هم میشونه بر ما گفت که برف، لیدی، یلدز، براونی و نامای دیگر هم داشتن بعضشان و لیدی گفت از همشون کرده کوچکتر است. در قسمت بیرونی حیوانات جدیدی هم آوردن، مثل خرگوش، مرغ، مرغابی، طاووس و بز. اینجا به طفلا هم و هم به بزرگا یک جای خیلی خوب است، بخاطر میتونن هم اسب سواری کنن، هم میتونن حیوانات ببینن. هم اینجا اسبای خرد است برای طفلا و هم اسبای بزرگ است که میتونن کلانو اسب سواری کنن.
نزدیک میدان اسب سواری هم یک کافه و هم یک پارک بازی است که جای ورزش هم داره که هم طفلا و هم بزرگا میتونن از او استفاده کنن. ایجاره به همه پیشنهاد میکنم که یک بار بیاین، چون یک جای خیلی مقبول است و کسایی که میخواین بیاین باید به توران آد بیانجلیک تاسیسه بیاین که از مترو باز به اندازه 15 دقیقه فاصله داره. بود بلاگ امروز ما. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه. یادتان نره که ویدیو ما رو لایک، شیر، کامنت و سابسکرایب کنین. خداحافظتان.